برای پسر یک حدیثی آوردند ما درباره پسر دو گوسفند و برای دختر یک گوسفند کشته می شود و به همین مانند سوال از جانب تماشابین نیز آمده است. داموا یکی از تماشابین ما سوال داده است که من یک پسر و دو دختر الله تعالی به من داده است نوشتند و دخترم مکتب خوان همچنین و باز یک دیگر دخترشان 2 ساله بوده است. در هنگام تولد به یگان تای آنها عقیقه نکردند. شوهرم چیکار کردند در کار؟ در گردن زن یا شوهر قرض می باشد نمیدانیم. برای ما جواب گویید. اصلا عقیقه بر ذمه پدر است. وقتی که فرزندها کلان شدن و امکانیت پیدا کرد یا که با خبر شد و قدر امکان از نام فرزندهاش عقیقه کنید. ما در صحبت گذشته هم گفتیم که اگر شما به بلاغت رسیده باشید و پدرتون از نام شما عقیقه نکرده باشند میتونید خودتون از نام خودتون عقیقه کنید. به این هم مثال در بعضی مناسبت ها گوسفند میکشید همونا با نیت عقیقه بسم الله الله اکبر این عقیقه من فلانی فرزندی فلانی است گفته قربانی کنید و خودتون خورید به خویش و تبار یار و دوست همسایه ها ثواب میشود ان شاء الله. همین یک سوال دیگر هم هست و اول در برنامه گذشته ما جواب نگفته بودیم. وقتی ذبح کردن چگونه ذبح میکنند؟ یعنی کی باید ذبح کند و چی باید گوید؟ مستحب است که خودی پدری فرزند گوید که این عقیقه عبدالله پسر محمد است، این عقیقه خدیجه دختر عبدالله است مثلا بسم الله الله اکبر گفته میکشه. به زبانی تاجیکی فرق ندارد یا اینکه به زبانی عربی بهترش اکثریت نمیدونند؟ اون زبانی عربی و تاجیکی در این موضوع قریب که یک است، برای اون که به جای کلمه از عن میگوید. این عقیقه عبدالله ابن عبدالرحمن مثلا هذا عقیقه تو میگوید این عقیقه حوزش عربی است. هیچ گپی نداره با تاجیکی گویدم میشود.